سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. با یک جلسه آموزشی دیگه خدمت شما عزیزان هستم. این جلسه در مورد بیت کوین میخوایم صحبت کنیم و تاریخچه‌شو با هم بررسی کنیم، عملکردشو بررسی کنیم، خالقشو ببینیم کی بوده و به طور کلی یه دید اجمالی روی بیت کوین داشته باشیم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که توی سال 2008 فرد یا گروهی از افراد به نام مستعار ساتوشی ناکاموتو با انتشار یک مقاله و وایت پیپر و به قول معروف یک سفیدنامه ایده بیت کوین رو مطرح کرد. هویت خالق بیت کوین تا الان ناشناس بوده و هنوز کسی نمیدونه دقیقاً چه کسی بیت کوین رو ساخته. هنوزم که هنوزه این سوال بزرگ تو ذهن خیلی هست که آقا این خالق بیت کوین بالاخره کیه؟ این آقای ساتوشی ناکاموتو از سال 2010 به مشارکت خودش روی بیت کوین پایان داد و تو ایمیلی به یکی از توسعه دهندگان بیت کوین پیام کرد که قصد داره بر روی کار دیگه‌ای تمرکز کنه و دیگه روی بیت کوین فعالیت نکنه. یه چیز جالبی هم که اینجا بهتون میگم، توی 22 می 2010 فردی به نام آقای لازو در ازای پرداخت 10,000 بیت کوین که به پول الان میشه 510 میلیون دلار فقط 2 تا دونه پیتزا گرفت و واقعا میگن اصلا به روز پیتزا دی معروف شده و اصلا بین بچه‌هایی که توی زمینه کریپتوکارنسی و بیت کوین فعالن این روز خیلی معروفیه. یعنی واقعا من نمیدونم چرا این کارو کرد ولی خب انجام داده دیگه بالاخره. خب بریم سراغ کارمون. تقریبا اینو بهتون میگم از اوایل سال 2013 دوستان که این رمز ارز برتر و طلای دیجیتال بین مردم شناخته شد، یعنی بیت کوین، پیدا کردن هویت واقعی این آقای ساتوشی ناکاموتو هم به موضوع خیلی پرحاشیه تو جامعه تبدیل شد. مقالات، گمان زنی‌های زیادی تو این سالا منتشر شد و گفتن افراد زیادی مثل آقای پاول، مثل آقای گریگ رایت گزینه احتمالی ساتوشی ناکاموتو بودن. اما بعد از گذشت این همه سال هنوز تمام این احتمالات در حد فرضیه مونده و هیچکس هنوز ساتوشی ناکاموتو واقعی رو نمیشناسه. جالبه که بدونید تو سال 2019 آقای رایت که بنیانگذار یکی از فورک‌های بیت کوین به نام بیت کوین اسوی هست، حالا فورک رو من تو جلسات آینده به طور کامل بهتون توضیح میدم که یعنی چی، ادعا کرد که ساتوشی ناکاموتو واقعیه. این موضوع برد به دادگاه آمریکا و کشمکش و یک سال پیاپی هی رفتن و اومدن آخرم مشخص شد که دروغی بیش نبوده واقعا. بعد از این اتفاق جامعه بیت کوین اومد گفت آقا ما فقط در صورتی ادعای ساتوشی ناکاموتو واقعی بودن یه نفر رو میپذیریم که اون شخص کلید خصوصی کیف پول 1,000,000 بیت کوینی که از سال 2008 منتسب به آقای ساتوشی ناکاموتو بوده رو داشته باشه. چون ببین یک کیف پول منتسب به این آقای ساتوشی که توش 1,000,000 بیت کوینه و گفتن که اگر هر کسی حالا آقای ساتوشی ناکاموتو باشه باید دسترسی داشته باشه به اون کیف پولیه. هر وقت از اون کیف پول تراکنش زد ما قبول میکنیم که به قول معروف ایشون آقای ساتوشی ناکاموتوه. این خیلی بالاخره میتونه یه راستی آزمایی خوبی باشه. در مورد بیت کوین رو خدمتتون عرض بکنم که شما از این پول میتونید تو کارهای مختلف، یعنی این ارز دیجیتال میتونید تو زمینهای مختلفی استفاده کنید، خرید بکنید، پس انداز بکنید، انتقال بدین، پول رو جابجا بکنید. شما قبلا برای انجام این کارا به یه واسطه احتیاج داشتید ولی دیگه وقتی که ارز دیجیتال بیت کوین اومد دیگه واسطات از بین رفت و تمام نقل و انتقالات مالی که زیر نظر بانک‌ها بودن دیگه به قول معروف هیچ ناظری روش قرار نداره در مورد ارز دیجیتال بیت کوین. در مورد بیت کوین هم بهتون میگم که اولین ارز دیجیتال بوده و به زبون ساده‌تر اگه بخوام بهتون بگم بیت کوین یک رمز ارز یا یک ارز رمزنگاری شده است دوستان که هیچ حکومت یا هیچ نهاد واسطه‌ای اون رو کنترل نمی‌کنه و به صورت کاملا غیر متمرکز اداره میشه، برخلاف پولایی که امروز تو دسترس همه ماها قرار داره و توسط بانک‌ها و دولت‌ها ایجاد شده و حکومت‌ها کامل روی اونها نظارت دارن. بیت کوین توسط دوستان هیچ نهادی یا هیچ نهاد دولتی واقعا نه ایجاد شده نه به قول معروف روش نظارتی وجود داره. معرفی بیت کوین به جهان قابلیت‌های خیلی زیادی رو به همراه داشت و مهمترین اون دوستان استفاده از اون به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش و همچنین خرید و فروش کالا بود. ببینید بیت کوین وقتی معرفی شد توی 2010 شما در نظر بگیرید که
قیمتش به سنت میرسید. الان که ما سال 2021 هستیم، همونطور که میبینید قیمت بیت کوین بالای 52,000 دلار هستش. واقعا پیشرفت بسزایی داشت و مقبولیتش هر روز داره بیشتر میشه. بیت کوین نوع پول دیجیتال دوستان، اما برخلاف پولای رایجی مثل دلار و یورو، بقیه که بهشون ارز فیات هم گفته میشه که تو آخر همین جلسه هم در مورد ارز فیات براتون توضیح میدم دوستان، که ما هر روز هم داریم استفاده میکنیم، توسط بانک‌های مرکزی دوستان کنترل نمیشه. بیت کوین همونطور که خدمتتون عرض کردم تحت کنترل هیچ بانکی نیست. در عوض از اونجایی که همه چیز در بیت کوین دیجیتالی کامپیوتریه، این رمز ارز برتر و طلای دیجیتال توسط هزاران کامپیوتر که در سراسر نقاط جهان هستن اداره میشه و شبکه اون به لطف کاربرانی که در شبکه هستن در حال فعالیت. افرادی که در شبکه بیت کوین دوستان فعال هستن هم توسط فرد و یا نهاد خاصی انتخاب نمیشن و همین که تصمیم برای فعالیت توی این شبکه کاملا داوطلبانه است و اختیاریه، یعنی هر کسی میتونه تو شبکه بیت کوین فعالیت بکنه. اگر بخوام یه تعریف فنی‌تر بچه‌ها برای مفهوم بیت کوین به شما عزیزان ارائه بدم، باید بگم که بیت کوین یک ارز رمزنگاری شده همتا به همتاست که به صورت غیر متمرکز اداره میشه و تمام سوابق اون به صورت زنجیروار بر روی دفتر کلی به نام بلاک چین ذخیره میشه دوستان. حالا به این یه همتا به همتا یه اشاره بکنم، بهتون یه توضیح بدم. ببینید، به بیان ساده اگر بخوام سیستم همتا به همتا رو بگم، شبکه متشکل از کامپیوترات که از ساختارهای توزیع شده تبعیت میکنه و از طریق اینترنت به هم متصل هستن. فایل ها بدون نیاز به سرور مرکزی بین این کامپیوترها کاملا به اشتراک گذاشته میشن و در واقع هر کامپیوتر در سیستم شبکه همتا به همتا به طور همزمان هم یک سروره و هم یک کاربره بچه‌ها. حالا کامپیوترها باید پیوستن به شبکه همتا به همتا به نیاز به یه اینترنت و به قول معروف نرم افزاری دارن که بخوام به این شبکه اتصال پیدا کنن. بعد از این هم که به این شبکه اتصال کردن، شبکه به شما امکان جستجو تو فایل کامپیوتر اشخاص دیگر رو میده و به همین ترتیب سایر افراد هم میتونن فایل‌های موجود روی کامپیوتر شما رو جستجو کنن. یعنی در واقع کاربران به تمام فایل‌های کامپیوتر شما البته دسترسی ندارن و فقط به اون فایل‌هایی که شما در پوشه مخصوص تو کامپیوتر خودتون قرار دادید به اونها اشتراک دارن و دسترسی دارن. این یه تعریف مختصری از همتا به همتا بود دوستان. مهمترین ویژگی های بیت کوین اگه بخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که بیت کوین دوستان قابل سانسور نیست و امکان بیش از یک بار خرج کردن اونم وجود نداره و اینکه تراکنش های اون تو هر زمان و هر مکانی قابل انجامه که اینا دیگه اصلا یه ویژگی استثنایی که تا قبل از بیت کوین اصلا به دنیا معرفی نشده بود. شما اصلا با اومدن بیت کوین خیلی چیزا تو دنیا تغییر کرد، واقعا یه تحول بزرگی تو سیستم مالی به وجود اومد. یکی از نکات بسیار مهم مربوط به خدمتتون عرض بکنم ارزهای فیات هست که من میخوام اینجا بهتون توضیح بدم که همون تو این ویدیو اشاره کردم. ببینید، ارزهای فیات قبل‌های پشتوانه‌ای داشتن مثل طلا، اما از سال 1971 طبق قطعنامه برتون وودز آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا از این تعهدنامه و این معاهده خارج شد و پشتوانه طلا رو در برابر دلار امریکا حذف کرد و گفت آقا دیگه ما به اندازه هر یک دلاری که داریم تو آمریکا چاپ میکنیم طلا نداریم. یعنی یه جوری بهتون بگم توضیح بدم اینه که دلار امریکا هم همچی پشتوانه قوی نداره. دلار امریکا هم یه زمانی پشتوانش طلا بود ولی بعد از سال 1971 طلا رو برداشتن پشتوانش دیگه و گفتن اقتصاد آمریکا و قدرت دولت و به قول معروف چی میگم مثلا شرکت‌های بزرگه که اونم علنا قابل راستی آزمایی نیستش که دوستان ببینیم که مثلا چه چیزی مثلا پشتوانه دلار آمریکاست. حالا پشتوانه بیت کوین چیه؟ چون این سوال خیلی به وجود میاد که اصلا خب شما که دارین تو زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت میکنید میدونید پشتوانه بیت کوین چی هست یا نه. ببین، در واقع میتونیم بگیم که همونطور که مثلا توی ارز فیات پشتوانه
هر ارز کشور قدرت اقتصادی اونه، در مورد بیت کوین که نه توسط دولتی به وجود اومده نه توسط دولتی اصلا کنترل میشه، پشتوانه‌اش چه چیزی میتونه باشه؟ پشتوانه اون چیزی میتونه باشه به عنوان مقبولیت اون تو جامعه. یعنی هر چقدر که شرکت‌های بزرگ، هر چقدر که افراد بیشتری تو این دنیا نسبت به بیت کوین بهش ایمان بیارن و از اون بیشتر به قول معروف استفاده بکنن و به این شبکه اضافه بشن، حالا چه در زمینه ماینینگ چه کارهای دیگه در مورد بیت کوین، کلا به سیستم بیت کوین وارد بشن، این ارز مقبولیتش در دنیا بیشتر میشه و همینطور که مقبولیتش بیشتر میشه به تبع قیمتش هم بالاتر میره و پشتوانه قوی تری رو پیدا میکنه. دوستان تو این جلسه یه تعریفی از بیت کوین، از سابقه بیت کوین، سابقه به وجود اومدنش و اتفاقاتی حول و حوش بیت کوین هست، سیستم همتا به همتا بهتون توضیح دادم. اطلاعات تکمیلی رو میتونید تو اینترنت سرچ کنید و به قول معروف پیدا بکنید، ولی به زبون سعی کردم به زبون خیلی ساده عملکرد بیت کوین رو خدمت شما عزیزانم تعریف بکنم و توضیح بدم. امیدوارم که استفاده کرده باشین. تا جلسه بعدی عزیزان شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.